پدرم هر شب سوره نور و زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره میخونه. ماشاءالله ماشاءالله، خدا انشالله درجات عالی کنه. آقا بعد یه یادگاری میخواستم بگم اگه الان امام خمینی بود بعد شما ازش چی میخواستی؟ همون چیزو بدیم بره. خب فرق میکنه. نه اگر امام خمینی بود من در سن شما اگر بودم یه چیز میخواستم، در سن حالا اگر بودم یه چیز دیگه میخواستم. در سن نه، در سن شما بهترین چیز دعاست. دعا میخواستم که دعا کنه که من بتونم مثل خود امام خمینی حرکت کنم. این بالاترین چیزه. حالا انگشتر هم اگر بخواید این بتون حرفی نداریم. هم انگشتر هم چه؟ هم انگشتر بتون میدونم. دستت کن میدونی اندازه است یا نه؟ اندازه است؟ خب تو کلاس چندیه؟ 6. ماشاءالله ماشاءالله. یه من بریسم